کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 21 ایول سال 2023 خبر داد که نجات دهندگان این نهاد دو عملیات جستجویی را برای نجات شهروندان خارجی برآ انداختند. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده، حادثه اول روز 19 ایول سال 2023 تقریبا ساعت 11:14 به وقت محلی رخ داد. به قسم نوبتداری کمیته درباره حادثه ناخوش در کوههای نویه لخش خبر رسید. گفته می شود که کوهگردان شهروند بلاروس گراکوویچ سال تولدش 1986 ساکن شهر مینسک هنگام فتح قلعه کوه از بلندی سر و زیر شد و در نتیجه آسیب جسمانی دیده است. بنا به گفته منبع قبرغه‌اش شکسته است. از حساب نجات دهندگان پرتجربه فوراً یک گروه امدادی سازمان داده شده. آنها به واسطه چرخبال وزارت مدافع تاجیکستان به میدان موسکوین واقع در کوههای نویه لخش روان شدند. از بس که موجود نبودن جای نشست برای چرخبال، امدادگران از آن پایین شده پای پیاده 6 کیلومتر رو طی نموده کوهگرد را پیدا کردند و یاری اول طبی را به او رسانیدند. همچنین روز 20 ایول ساعت 15:30 به قسم نوبتداری کمیته ولایت‌های فوق‌العاده زنگ زده و از حادثه ناخوش خبر دادند. 2 نفر گردشگران خارجی از طریق تلفن ماهواره‌ای تماس گرفتند. آنها 2 نفر شهروندان بریتانیای کبیر، مایکل آلان فولر سال تولدش 1956 و سیمون اندری ویاتس سال تولدش 1963 بودند که بنا به گفته خودشان با مقصد فتح قلعه پتخور که در قلمرو دهه پتخور جماعت دیوت وان قلعه نویه شغنان جایگیر است بالا شدند، ولی به سبب سر و زیر شده و سخت آسیب دیدند. طبق دستور رئیس کمیته ولایت‌های فوق‌العاده 10 نفر از جمله نجات دهندگان ریاست کمیته ولایت مختار کوهستان بدخشان برای کمک فوری به کوهگردان جبر دیده به قلعه پتخور فرستاده شدند، چون که رسیدن به این قلعه با وسیله چرخبال اصلا امکان ندارد. به نجات دهندگان لازم آمد که از اسب‌ها و دیگر تجهیزات مخصوص کوهگردی استفاده کرده حالا به نقطه تعیین شده نزدیک می شوند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده به ساکنان و شهروندان خارجی مراجعت می‌کند که قبل از سفر به مکان‌های پرخطر در حیات گروه‌های گردشگر حتمی باید خود را به خدمات نجات نام‌نویس کنند و به هیچ وجه مصلحت نمی‌دهند که به تنهایی سیر کوه‌ها روند. در صورت روبرو شدن به حادثه حتما به مقامات مربوطه و یا به خویش و تبار خبر دهید.